نیم سال من در بیرون زیستم. به هر حال در بازار پول زیاد کار کردن نمی شود. من هیچگاه کار سیاهی جسمانی وزین نمی کنم. پول کار کرده شکمی نوآمدگان را سیر می کردم. من با آدمان قرض‌هایی را که نگرفتم برگرداندم. با همه سلام، این برنامه نوبتی بایتاسف لایف است. امروز مهمان من همصحبتی خیلی جالب. ما این واخوری رو نیم سال پیش به نقشه گرفته بودیم. حالا چراغ محفلمون سید مراد دولتов است. تشکر. سید مراد، از دیدارتان خیلی شادیم. خوش آمدید به الماتا. رحمت که دعوت کردید. بله، ما واخوری رو کیها به نقشه گرفته بودیم. یاد دارم که ما حتی وقتی سرخوری نداشتیم. رئیسای الماتا، استانا و کوشش میکردیم که وقتی خالی یابیم. شما خیلی سرکارید، من هم خیلی سرکارم. بله. اما تشکر که برای مخلصانتان وقت یافتید. شما انسانی مشهورید. در حدود سابق SSR و فراتر از آن جمعیت و اودیتوریای خود را دارید. شما را همه میشناسند. ولی برای اودیتوریای خودم معرفی میکنم که شما بیزنسمنی موفق هستید و شخصا برای من جالب است که شما استادی بسیار ماهرید که نتیجه های کارتان مثل آفتاب روشن است. از ابتدای فعالیتتان تا کنون هم خودتان خوب رشد کردید و هم شاگردان موفق بیشماری را تربیت نمودید. شما در کاری مربیگی، ترینری بسیار هم کامیابید. آدمان خیلی زیادی به شما هوس میکنند. باز من میدانم که عین حال بیش از 60 شاگرد خود را میلیونری دلار کرده اید. میلیون ها نفر درسای شما را خوانده تنها موفق شدند، فایده دیدند. بله. غیر از این همه با نوشتن کتاب ها نیز وقت مییابید. شما مؤلفی 15 کتاب هستید، درست؟ اصلا همگی 22 تا. حالا 15 کتاب هم در دست آدمان هست. دیگر کتاب هایم به زودی نشر میشوند. این در حقیقت خیلی عالی است. تشکر. بله، بهترین است با بیزنس مشغول شدن، پول کار کردن، به دیگران نمونه عبرت شدن، مربیگی کردن و باز کتاب ها نوشتن، در چاره‌بینی ها برآمد کردن. این همه عالی است. سید مراد، من از شما پرسیدن میخواستم. بله. ما میدونیم که شما سال 1978 تولد شده اید. بله. و کاریره شما چطور سر شده است؟ شما به مسکو رفتید و ابتدایی کارتان چی طور بود؟ میدونید من در عائله‌مون فرزند دهم میباشم. فرزند دهم؟ در عائله‌مون فرزند دهم. وقتی پدرم وفات کرد من 1 ساله بودم، اما من در عائله دارا به وای رسیدم، چون که در دهه کدام عائله داراست؟ عائله‌ای که گاوهای زیاد و رمه گوسفندان دارد. پدر من چوپان بود. او گوسفندان زیاد داشت، اما متاسفانه تا دمی که من کلان شدم آن همه دارایی تدریجا نیست شد. من سالهای 90 مکتب میانه را ختم کردم. سال 95 به دوشنبه رفتم. جنگ شهروندی ادامه داشت. هنوز جنگ به آخر نرسیده بود. به آخر نرسیده بود؟ نه. شروع از سال 92 سال دوام 95 داشت. شما 17 ساله بودید؟ بله، سال 92 جنگ شهروندی سر شد. اصلا حادثه های ناخوش از سال 90 سر شدن ماه فوریه. بعد سال 92 95 جنگ های مدهیش ادامه داشت. خلاصه همین گونه کارها می شدن. من از سال 95 تا 96 دوامی بیش از نیم سال کوشش کردم جای خودم را یابم. در 3 مکتب عالی دانشجو شدم. در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، فاکولته مهندسی ساختمانچی، در اکادمی موسیقی خوجند دانشجو شدم و در فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی دانشجو شدم، چون که خوب می‌خواندم اما امکانیت دوام دادن تحصیل نبود. یعنی شما در 3 مکتب عالی؟ من در 3 مکتب عالی حجت‌هایم را سپردم. بله. زیرا مکتب را اعلی ختم کرده بودید. بله، در اتستات من تنها از فن زبان روسی بهای 4 دارم. از همه فن‌ها 5 دارم. یعنی پورا اعلی می‌خواندید؟ من پورا اعلی می‌خواندم. اصلا امتحان زبان روسی را با بهای 5 سپردم، اما این خیلی شد که آنها از من چیزی پرسیدن و من نفهمیدم. در آن دهه‌ای که من کلان شدم نمایندگان یگان ملت دیگر نیستند. یگان ملت دیگر نیست. تنها تاجیکان. بله، در دهه ما 426 خانه بود. باز اگر بیمارخانه، مسجد و داروخانه را ترک کنید شاید 340 خانواده باقی ماند. خلاصه در این دهه ما نمایندگان ملت‌های دیگر نبودند تا زبانشان را یاد گیریم. آخر آنجا دهه است و طبیعی است که من روسی را نمیدونستم. به باغچه بچگان نرفتم چون که آن نبود. باغچه بچگان نیست. از این رو من روسی را نمیدونستم. آنها به من سوال دادند و من نفهمیدم. آنها پرسیدند شما روسی را نمیفهمید؟ من گفتم نه. بعد به من مدال طلا ندادند چون که من در روسی سست بودم. خلاصه دانشجو شدم. من باید انتخاب میکردم، یا باید با تلاش میخواندم و یا باید رفته چیزی به دست میآوردم. اما سالها هم به یگان جا رفته پول کار میکردن. من هم فکر میکردم که به یگان جا رفته پول کار میکنم و برگشته آمده میخوانم، اما نمیدونستم که میروم و مدت زیاد میمونم. من به مسکو رفتم و دوام نیم سال باربردار بودم. شما سال 95 به 3 مکتبی عالی داخل شدم ولی خوانده نتوانستم و تحصیل نکردید. همش را ماندید و برای کار رفتید به مسکو و سال 95 تنها باربرداری میکردید؟ نه من به مسکو سال 1996 رفتم. سال 96؟ بله، برای آنکه در شهر دوشنبه دوام 2-3 ماه در دانشگاه تکنیکی گشتم و فهمیدم باید انتخاب کنم، باید قرار قبول کنم. تخمینا تا ماه نوامبر
با خواندن بند بودم، با اختصاص مهندس ساختمانچی. سپس خواندن را پرتافتم، بس کردم و سال 1996 به مسکو رفتم. ба Москва рафтед? بعد 2 ماه سال 1996 می شد به مسکو رفتم و چنین شد که نیم سال اول روزهای وزنین را اثر گذراندم. اگر یگان وقت فیلم من از میلیون یکی را تماشا کرده توانید می فهمید. فیلم بدیعی درباره من. آنجا خودم نقش بازیدم و در مسکو نیم سال حتی جای معین نداشتم و تخمینا 2 ماه در بیرون زیستم. дар берун дар кӯчаҳои Москва? بله. حتی این گونه لحظه هم بود که من هیچگاه فراموش نمی کنم. این یک دهشت بود. ماه نوامبر، در یاد ندارم، تخمینا 22 یا 23 نوامبر. مسکو خیلی خنک بود، برف می بارید، شب خیلی سردی بود. یگان جای شب را روز کردن نداشتم و من در بام یک انبار خواب کردم. من با خود مواد کارتون گرفتم. این خیلی چیز می شود کو؟ قوطی‌های تلویزیون، یخدان. قوطی‌ها، بله. آن قوطی یخدان بود. و سحر وقتی که آن قوطی را از سرم برداشتم، در بالایم اینقدر برف باریده بود. این را هیچگاه فراموش نمی کنم. هیچگاه. من نشسته فکر کردم. دوام عمری باقی مانده‌ام دیگر هیچگاه کار سیاه و وزنی جسمانی نمی کنم. حیاتم را کلاً تغییر می دهم. من نیم سال باربرداری کردم. مجبور شوی کار میکنی. در یاد دارم قریب 40 تانه کارتوشکا را دوام 2 شبانه روز از ماشین فرا آوردم. به من 80 روبل دادند. سپس کارمندان ملیسه آن پول را گرفتند تا آخرین تنگش. همان سالهای بی سر و سامانی بود. همان سالهای نافهمی ها و بی نظامی ها بودند. 96 سالهای بی نظامی ها، سالهای متیش بودند. واقعا سالهای دهشتناک بودند. و انسان هیچ گونه حقوق نداشت. انسان قدر و قیمتی نداشت. حتی چنین حالتهایی بودند که مرا بردند. من پاسپورت دارم و رجیستراسیون نه. من روسی رو نمیدونستم. با روسی گپ زدن نمیتوانستم. میدانید کارمندان امان شناسنامه مرا گرفتند، آن را درراندند و مرا به قبولگاه مخصوص فرستادند. عیناً همین خیل. من این را از سر گذرانیدم. کارمندانی میلیسا شناسنامه‌تان را گرفتند و درآنده پرتافتند. بله همین طور. شناسنامه تاجیکی داشتید؟ بله همین طور. سال 96 من این را از سر گذرانیدم. من 3 بار به قبولگاه مخصوص افتادم. 3 بار به قبولگاه مخصوص فرستادند. خلاصه مجبور شدم این روزها را هم بینم. یعنی همین خیل بود. و فهمیدم که با مهنت جسمانی تقدیرم را دیگر کردن نمیتوانم. سپس قرار کردم که باید یگان کار دیگر کنم. من کار را از آن چی که میفهمیدم، از آن چی که میتوانستم سر کردم. من چی را میفهمیدم؟ در آسیای میانه چگونه محیط است؟ ما در زمینهای کیش چی را دیده ایم؟ من میوه‌جات و سبزوات را میفهمیدم. زبان روسی را نمیدانستم. همینطور در بازار کار را از فروش کبودی سر کردم. نخست سودای کبودی را سر کردم، سپس سیمش که میفروختم و همینطور کار میکردم. یک کس دید که من آدمی بد نیستم. آنجا ادمنستراتور بازار بود، بازار کیفسکی. او دید که مرا دیگران حرمت میکنند. چطور؟ من همه پولهای کار کردم را خیر میکردم. چقدری که پول کار کنم شکمی نو آمدگان را سر میکردم. آخر خودم نیم سال عذاب کشیدم. پول کار کردم را به نو آمدگان صرف میکردم، به آنهایی که کار نمیافتند. بعضا تا شام یگان چی نمیموند. پولم را پر را صرف میکردم. شما کوارتیر به اجاره گرفته بودید؟ بیان نمیشود که. اول من چی کار کردم؟ پس از آن که این همه را اثر گذرانیدم، به کوچه سوتینسکی شهر مسکو رفته یک کوارتیر 2 خانگی را به اجاره گرفتم و برای یک شب 10 روبلی میدادم. همان وقتا همین خیل بود. برای یک شب 10 روبلی میدادیم. برای یک شب 10 روبلی میدادم و خوب زندگی میکردم. خودم تنها میزیستم و بعد همین خیل شد. دوام روز چقدری که پول کار میکردم، بغیر از خراجات خودم، با پول مانده شکم مهاجران را سیر میکردم. تخمینا دوام 1 ماه همین خیل کردم و این آبروی مرا بسیار بلند برداشت. خداوند من بر این آدمی عادی را چنان برداشت که در آن بازار کیفسکی وокзал آدمی صاحب احترام شدم. همان وقت آن کلانترین بازار سبزوات بود. حالا فود سیتی شده است. پیشتر فود سیتی نبود. پیشتر آن کلانترین بازار میوه‌جات و سبزوات یک لخت بود و تمام مردم مسکو از همان بازار کیفسکی وокзал خرید می‌کردند. حالا در آنجا یورازیا مرکز سودا، بیزنس سنتر و غیره بنیاد کردند. انا در همانجا بازار بود و این خیر شد. ادمنستراتور بازار دید که مرا آدمانی آنجا احترام می‌کنند. او مرا جیغ زد و گفت در بست شبانه ادمنستراتور بازار شدن نمی‌خواهی؟ پرسیدم برای چی من؟ او گفت برای آنکه تو را حرمت میکنند و در اینجا آدمان زیادی دزدی میکنند. من میفهمم که آنها گناهکار نیستند، اما ادمنستراسیون مجبور میشود که همیشه آنها را جنگ کند، تحقیر کند. پای یکی را شکستند، قبرغه دیگری را شکستند. آنها به اینجا نیاز دارند. آنها تو را حرمت میکنند. تو باشه در اینجا کارا تشکیل کن. او یهودی بود. او به من طرز تشکیل کردن کارا نشان داد.
من این کار را آهسته آهسته آموختم و غیره و همین طور کم کم تغییر یافتن را سر کردم. تخمینا دوام یک چند ماه من ادمینستراتور بازار بودم. من همین خیلی ҳамон вақтҳо чун дар бозор кор мекардед магар авбошон набуданд рекетҳо? البته بودن. آنها مجبورند از همیشه شما بودن. پولهایتان را نمیگرفتند؟ بودن دایم. خدا را شکر که آنها پول مرا نگرفتند، اما آنجا اوباشان زیاد بودند. آنجا بودند اوباشان آذربایجانی، چچنی، باز روس. بازار را تقسیم کرده بودند. ҳар кадоми ҷудо карда гирифта буданд? گروه ها تقسیم کرده گرفته بودند. اینجا یکی، آنجا یکی و آنجا دیگری حقش را میگرفت. همین خیل بود. аз шумо ҳам ҳаққашонро بله. нагирифтанд? آنجا مهمانخانه اوکراینی بود. حالا آن بنا نیست، چپه کردند. یک راهزنی بود، نامش مگامید. عرفه سال نو بود. من آنجا در بس شبانه ایستاده بودم. همان سالها آن وокзал پر از اوباش، راهزن، میزده ها بود. در آنجا همگی 3 ایستگاه بود. الکتریچکه ها به سولنتسیو می رفتند. همه راهزن ها در همانجا بودند. дар истгоҳи солнский. سولنسکی، بله مافیا. تصور میکنید همان وقت عرفه سال نو بود. آن حادثه در یادم هست. یک اوباش پیشم آمد. من محافظ بودم. در سال نو همه مست میشوند. آن اوباش گفت که حاضر یک ماشین میارم، فلان چیزها را بار میکنی، اگر بار نکنی میبینی. روی راست تهدید میکرد. همان شام وقتی من خندید، چون که در تریزه بچه ها کامیرا مانده دیدند و بناگاه 5-6 بچه مشقی آمدند و به من یاری کردند. آنها محافظ مگامید بودند. او خودش چچن بود. از همان وقت سر کرده دیگر کسی به من دست نمیرساند. چون که او آمده از من پرسید تو کیستی؟ من گفتم تاجیکم. گفت در اینجا چیکار میکنی؟ گفتم که من ادمینستراتور بازار هستم و آنها به من کمک کردند. وقتی دیگران فهمیدند که او به من کمک میکند، همان وقت همین خیل بود. کسی به من کاردار نمیشد. حتی بعضی ها میترسیدند که به من آوازشان را بلند کنند. حتی کارمندان میلیسا هم. هیچ کس به من چیزی گفته نمیتوانست. و شاید که تو حاضر. همان وقت هیچ کس چیزی گفته نمیتوانست. همان وقت همین خیل بود. به فکرم همیشه خداوند کمکم میکند، زیرا همان وقت بسیار خیر میکردم. سید مراد، به هر حال در آن بازار شما پولی زیاد کار نمیکردید. بی‌شبهه. بعد چی طور شد؟ بی‌شبهه. یعنی سپس شما چیکار کردید؟ بعد من از بازار رفتم و همچنان خواندن را سر کردم. از بازار رفتم و در یک وقت میخواندم و کار میکردم. من اولین پول خوب را با خرید و فروش خانه ها کار کردم. همان وقت خانه ها ارزان بودند. آهسته آهسته نرخ‌ها بلند شدند. تصور کنید سالهای 98 و 99 من باری نخست با خرید و فروش خانه‌ها در مسکو $1 میلیون پول کار کردم. پولی را که با آن کار را سر کردید از کجا یافتید؟ من کبودی سیمچکه می‌فروختم. با پولی کبودی فروشی توانستید که نخست من پول خوب را با فروش سیمچکه به دست آوردم. نگاه کنید. حالا به شما میگویم من ادمینستراتور بودم که یک بچه پیشم اومد و گفت من سیمچکه دارم، میخواهم فروشم. گفتم که از کجای؟ گفت از کراسنودار. من نرخ‌ها را میدونستم. آخر ادمینستراتور بودم، باربردار بودم. گفتم چند پولی میدی؟ گفت اگر همش را خرید 1.5 روبلی میدهم. گفتم چقدر داری؟ گفت که یک کم از بار دارم با پرینسیپش، تخمینا 20-22 تانه، 1.5 روبلی میدهم. من گفتم خب اما ماشین را اینجا مانده میتوانی؟ آخر من ادمینستراتور بودم و همه ماشین ها برای در آمدن من اجازت نامه میدادم. به اجازت من کسی در آمدن نمیتوانست. من گفتم خب بعد یک روز بیا و ماشینت را گیر. یک بچه را که سیمچکه میفروخت جه زدم و گفتم گوش کن، سیمچکه هست 2 روبلی میخری، 3 روبلی فروش، 22 تانه، 50 تین فایده، $100 654 روبل بود. پول کارکنی را سر کردم. تشکیل کار را خوب به راه ماندم. این پیش از دینامیناسیا؟ همان سالها. پیش از عوض نمودن پول. سالهای 96. فهمم. $100 625 روبل بود. من هر روز با همین کار مشغول بودم. من در اطراف بازار 10 تا رازو ماندم. برای هر یک قوطی 10 روبلی می گرفتم. برای هر یک قوطی. تصور کنید که چقدر زیاد. همین خیلی کار میکردم. درآمد خوبی به دست می آوردم. پول خوب کار میکردم. پول خوب، شکر خدا. سپس من جمع نمودن پول را سر کردم. بعضی چیزهای گران ارزش می خریدم. دیرتر من کوارتیر خریدم. بعضا خانه های زمینی می خریدم. آنها را قسماً به اجاره می دادم. سالهای 2003-2004 نرخ خانه ها بسیار بالا رفت. تا رفت زیاد می شد. یعنی نخست درآمدی شما زیاد شد؟ بله. با آن خانه ها خریدید؟ بله. و سپس سالهای 2003 و 2004 نرخ خانه ها بسیار بالا رفت.
غیر از این از سالهای 98 من کم کم به ترینینگ ها مشغول شدم. از سال 1998 ولی از سالهای 98 2000 با ترینینگ ها مشغول بودم. سپس طبق سیستم ناربکوف درس میدادم. من یک از بهترین استادان بودم. دکتر ناربکوف همان کسی است که میرزا کریم سنکولویچ ناربکوف از ازبکستان. از ازبکستان؟ بله مرا یک زن دعوت کرد و همینطور آهسته آهسته من با آنها کار را سر کردم. از حساب ترینری هم پولی خوب کار میکردم همان سالها، چون که من دانش معنوی، فلسفی و فهمیش خوب داشتم، اما روسی را نمیدانستم. ولی به هر حال آدمان وقتی مضمون را فهمند، نتیجه را بینند، به ترینینگ آمدن میگیرند. من به المعطا آمدم. باری نخست سال 2006 برآمد کردم. در روسیه باشد در سالهای 98 99 برآمد میکردم. هرچند همان سالها با زبان روسی درست گپ زدن نمیتوانستم. تصور میکنید؟ نمیدانم این جنبه مثبت یا منفی من باشد که یگان ریپیتیتر نگرفتم تا روسی را خوب یاد گیرم و تا حال با سوادانه گپ نمیزنم. من شما را خیلی خوب میفهمم. به فکرم بینندگان نیز خوب میفهمند. این کمبودی جدی من است. خلاصه همین خیر شد. بعد وقتی کم کم پول به دست آوردم، با ترینینگ های من آدمان گوناگون می آمدند. من سرمایه میگذاشتم به استحصالات تیره‌های پلاستیکی در آستانه. به بیزنس های گوناگون سرمایه میگذاشتم. استحصال قوطی را سر کردم، استحصال آب را سر کردم. یعنی همینطور سرمایه‌ام را زیادتر میکردم. خوش به حالم بود که همان وقت همکارانی من آدمان خوبی برآمدند، چون که من در بیزنس تجربه عالی نداشتم. همان سالها چخل بود. فایز بلند، کردیت، ضمانت نیست، پول یافتن دشوار. من باشم 10-20-30 هزار دلار داشتم. شریکم میگفت که به من کمی پول دادن نمیتوانی. من میگفتم خب مرحمت. این درآمد مفعول میشد. اما وقتی که خودم سالهای 2007 بیزنس را سر کردم، به خطاهای بیشمار راه دادم، مشکلاتی به حساب آفریدم. بعد فهمیدم که آن بچه‌ها خوب بودند و به من کمک کردند. دیرتر پشیمان هم شدم که از بعضیشان پولم را کشیده گرفتم تا که خودم بیزنس کنم. بهترش نمیگرفتید؟ بله، بهترش آنها بیزنس میکردند. بعد من این را دیرتر فهمیدم. از سال 2007 تا سال 2013 من خطاهای زیاد کردم. خطاهای به حساب کردم. در اینجا مهمانخانه کشادم، کار برار نگرفت. در الماتو؟ بله. در اینجا جمعیت نابینایان هست. مکانی را به اجاره گرفتم، مهمانخانه کردم، کار برار نگرفت. نتوانستم، تجربه نداشتم. سال 2007 در آن سو تیپوگرافیا را به اجاره گرفتم، این کار هم نشد. در قرغنده کلینیکای کودکانه کشادم، نشد. در آستانه خیمچیسکا کشادم، نشد. چی کاری نکنم برار نمیگرفت. قرض. برای چی؟ در زندگی همه چنین روزهای وزنین می شوند. من یک امریکایی را به اینجا به آسیای میانه آوردم. نامش رابرت فلچر بود. من او را از روسیه آوردم، از مسکو. در ترینینگ او اشتراک کرده بودم. دیدم که درباره پول گپ‌های عالی میگفت. او را راضی کردم به آسیای میانه بیاید. خودم او را راضی کردم. او اینجا آمدنی نبود. دلش را یافته او را به اینجا آوردم. تصور کنید سالهای 2007 2008 بود. او راههای سرمایه گذاری را خوب میدانست. به لایحه‌های گوناگونش سرمایه جلب میکرد. او ترینینگ میخواند و میگفت که به فلان جا سرمایه گذارید، فلان قدر فایده به دست میارید. در یاد دارید سالهای 2007 2008 به همه کردیت ها را خیلی آسان میدادند و آدمان زیادی به همان لایحه ها سرمایه گذاری میکردند. و ماه نوامبر سال 2008 او را در اوکراین محکم کردند. یعنی همین خیر شد که او را در اوکراین محکم کردند. به زندان پرتافتند. سببش را نمیدانم. خلاصه او زندانی شد. آدمان باشند همه به آفیس های من دویده آمدند. در الماتا، در بیشکک، در همه جا. من 1,846,000 دلار قرضدار شدم از 174 کس. آدمان چرا پیش شما آمدند؟ او را من آورده بودم که معلوم شد که او با محاسبم و ادمنستراتور مصلحت کرده است. با من کار کنید گفته است. من این را نمیدانستم. با آنها 5,000 دلاری معاش میداده است. آنها چیکار میکردند؟ با بعضی من زنگ زدند و گفتند گوش کن، دولت سرمایه گذاشت. من هم سرمایه گذاشته بودم. گفتند دولت سرمایه گذاشت، او بیعقل نیست کو. بیاید شما هم سرمایه گذارید. آنها پول مردم را گرفته آنجا دادند. آدمان به آفیس من آمده گفتند ما پول را به آفیس تو، به محاسب تو دادیم.
در پیشانیش نوشته نشده بود که او با تو نیست. ما فکر کردیم مادامی که تو او را آوردی در یک صحنه، آدمان منو او را شریک میشماریدند. آخر شرطنامه هست، همش به طور هیچ گونه یوریدیکی. شرطنامه نبود. تماما چی ها میگویید؟ هیچ گونه شرطنامه سرمایه گذاری نبود. من و شما چنین فهمیش داریم که باید شرطنامه باشد. میدانید او به آدمان چی داده است؟ انا میخیر حجت میشود کو پریخدنوی آردر، بله. در بالایش رابرت فلچر نوشته شده بود. پریخدنوی آردر و تمام. انا همین بود شرطنامه سرمایه گذاری و تمام. و آدمان این کارو کردن. من فکر میکردم غلطی چطور؟ من پولی همه آن آدمان رو برگرداندم. پولی رو که نگرفتم. در پیش رویم چنین حالت مهمی بود. همان وقت درباره چی فکر میکردم؟ در آینده در قزاقستان کار کردن میخواهم یا نه؟ در آینده در قرقیزستان کار کردن میخواهم یا نه؟ در آینده تا آخری عمر با همین بار زیسته میتوانم؟ من نمیخواهم سببگار غم و کلفت آدمان باشم. سببگار خوشبختی و کامیابیشان بودن میخواهم، اما سببگار غم و کلفت هرگز. برای همین چی کار کردم؟ پولی همه آن آدمان رو دادم. پول نداشتم. من صبر کنید، آن فلچر شریکتان بود، درست؟ بله. تا جای فهمیدم. بله. شما با او در دوشنبه، بیشکک و الماتا کار کردید؟ من با او در الماتا، تاشکند و بیشکک کار الماتا، کردم. تاشکند بیشکک. و بیشکک. بله، من اون را برای ترینینگ آوردم. من در همه جا ترینینگ میگذراندم. علاقه تجارتی ترینینگ داشتید. این بود سال 2007 سال 2007 من نیت داشتم پلتفرمی سازم که ترینینگ گذرانده شود. فکر کردم پلتفرمی میسازم که ترینرهای گوناگون را دعوت میکنم و من فلچر را دعوت کردم و با همین انجام یافت. چون که من یک دنیا مشکلات پیدا کردم. همان وقتا این خیل بود که بازار تیار نبود. آدمان تیار نبودند. آدمان نمیفهمیدند که سرمایه گذاری چیست. من هم نمیفهمیدم. همه دویدند و به کار نافهم سرمایه گذاشتن. او در 4 ماه 100% میداد. آدمان دویدند و سرمایه گذاشتن. در کجا در 4 ماه 100% پول کار کردن ممکن؟ حالا من هم به یاد آورده فکر میکنم این دهشت است. در یگان بیزنس این نیست. بله، рости гап аллакай соли 2007 фикр мекунам дар алмато ҳама аҳли фаҳм буданд. бояд бофаҳм буда бошанд. شاید تنها محیط شما چنین بود. انسان طبق محیط خودش بها میدهد. عامه مردم تا حال چنین نیستند. برای چی؟ آخر من با عامه مردم کار میکنم. میدانم. مثال لایحه‌های گوناگونی سرمایه گذاری هستند که 2 یا 3 سال پیش آدمان زیادی باید دادند. آدمان زیاد پیش من میآیند و میگویند که بیا سرمایه گذاری کنم. من میگویم نه. طوری میگویند مرغزیده از بند علا میترسد. бале, хеле хуб. биёед акнун ба масъалаи тренерии шумо мегузарем. шумо чӣ тавр устоди бизнес шудед? аз чӣ илҳом гирифтед? кай дарс доданро сар кардед? ин ҳама чӣ тавр сар шуд? лутфан дар ин бора нақл кунед. بله، تا سال 98 در مسکو زیستم. بعد به تیومین رفتم. چون که من در تیومین خویش و تبار دارم. او با ساختمان مشغول بود. پدرش بیمار شد. او با من گفت من بریگاده دارم. در اینجا بچه‌ها هستند و غیره. дар воқеъ дар тюмен қазоқҳо ҳам хеле зиёданд. بله و او به من گفت بیا و به من کمک کن. التماس. من میخواهم مدتی در بری پدرم باشم. در اینجا باشد کسی نیست که بریگاده را اداره کند. من با آنجا رفتم تا یاری کنم. من در آنجا یک آفیس را تعمیر کردم. ریسو گارانتیا. و یک زن آمد و به من کتاب داد. من خواندم. آن شرکت سوغورتوی است. او پرسید با ترینینگ رفتن میخواهید؟ مرا با ترینینگ نوربیکوف دعوت کرد و در آنجا الکساندر زالین برآمد میکرد. من در قطار یکم شیشتم و با دقت گوش کردم. او ترینینگ خواند و پیشم آمد. ترینینگ مقدموی مثل پرزنتاسیا. آمده به من گفت ترینر شدن نمیخواهید؟ من با اون نگرسته فکر کردم کی مرا گوش میکند؟ من با روسی بزرگ گپ میزنم، اما اون نیم ساعت مرا باور کنند که از من ترینری نغز میبراید.